در زمان هخامنشیان آرامگاه کوروش بزرگ چگونه بوده است؟ در کتاب تاریخی آناباسیس آمده است که قسمت‌های پایینی آرامگاه از زنگ‌هایی تشکیل شده بود که به شکل مربع بریده شده بودند و در بالای آرامگاه یک اتاقک سنگی بود که یک سقف و یک درب داشت و به قدری باریک بود که یک مرد کوتاه قد به سختی می‌توانست داخل اتاق شود. در داخل اتاق یک تابوت طلایی وجود داشت که پیکر کوروش بزرگ را در داخل آن قرار داده بودند. یک نیمکت نیز با پایه‌هایی از طلا و یک پرده در کنار تابوت قرار داشت. وسایل وی نیز مانند شنل و لباسهایش در آرامگاه قرار داشته است. این آرامگاه پس از 2500 سال همچنان در پاسارگاد استان فارس پابرجا مانده و از اماکن مهم تاریخی ایران است. حالا اگه به تاریخ ایران افتخار میکنی یادت نره این پست رو لایک کنی.